سلام. به این مدیتیشن کاهش استرس خوش اومدی. چند دقیقه برای خودت وقت بذار. برای آروم شدن، برای رهایی از فشارهای روز. یک جای راحت پیدا کن. چشماتو ببند و یک نفس عمیق بکش. دم و بازدم. با هر بازدم کمی از تنش‌های بدن رها میشه. حالا توجهت رو به بدنت بیار. پاها رو حس کن. بذار سنگین بشن و رها. از پاها بالا بیا. به زانوها، رانها، شکم، سینه. هر جایی که گرفتگی داره با بازدم رها کن. شونه ها رو پایین بیار. گردن رو شل کن. صورت رو نرم کن. بدنت کم کم وارد حالت آرامش میشه. حالا ذهن رو نگاه کن. شاید پر از صداست. فکرها پشت سر هم میان و میرن. اما قرار نیست با اونها درگیر بشی. فقط تماشا کن. هر فکری که میاد تصورش کن روی یک ابر نرم نشسته. ابر آروم عبور میکنه و از صفحه ذهن تو دور میشه. تو فقط ناظر هستی. بدون قضاوت، بدون کنترل، فقط نگاه میکنی. حالا چند نفس عمیق برای کاهش استرس میگیریم. نفس اول. هوا رو آروم وارد کن. و بازدم. رهایی از تنش‌های بدنی. نفس دوم. هوا رو به عمق شکم ببر. و بازدم. سبک شدن ذهن. نفس سوم. نور آرامش رو وارد کن. و بازدم. حالا اجازه بده تنفس طبیعی بشه. آرام، ریتمیک، بدون تلاش. تصور کن نوری ملایم به رنگ طلایی یا آبی آروم از بالای سرت وارد بدن میشه. این نور به پیشانی میرسه. افکار رو آروم میکنه. به شونه ها میرسه. سنگینی استرس رو بر میداره. به قلب میرسه و احساس امنیت و صلح ایجاد میکنه. این نور آرام تا پاها پایین میره و هر ذره تنش رو از بدنت آزاد میکنه. تو امن هستی. تو آرام هستی و استرس از تو فاصله میگیره. حالا آروم این جملات رو در ذهنت تکرار کن. من امن هستم.
ذهنم در حال آرام شدن است. بدنم شل و سبک است. استرس در من جایی ندارد. من آرومم. هر بار که مانترا رو میگی، فشاری از ذهن و بدن دور میشه. نفس آرومی بکش. دم و بازدم. حالا کم کم توجهت رو به بدنت برگردون. به جایی که نشستی یا دراز کشیدی. وقتی آماده بودی به آرومی چشماتو باز کن. تو اکنون سبکتر هستی، آرومتر و از استرس دورتر.